صدای خوشحالی و شناوری کودکان تمام گوشه‌های این ویلا را در شهر ساحلی اسکندریه مصر فرا گرفته است. سال دوم است که در این منزل پرحشمت برای استراحت مردم کمبیزاعت رایگان و به پول باز می شود. سعید عادل و اهل عائله‌اش برای مردم کمبیزاعت 50 رخت خواب آماده کرده است. هر فرد می تواند 3 روز مهمانی آنها باشد. فکر قبول مهمانان سال گذشته در یک جمع آمدی عائلویمان پیدا شد. با اشاره به گرانی نرخ استراحت در لب بحر تصمیم گرفتیم که یتیمان و مردم کمبیزاعت را در این منزل تابستانمان به پول پذیرایی نماییم. همین طریق سال گذشته 50 کس را قبول کردیم. پدر سعید عادل که مؤلف این پیشنهاد بود چند ماه پیش درگذشت. فرزندان به یاد پدر این تشبث او را ادامه می‌دهند. من از دوستان خبر یافته با اهل عائله‌مان به اینجا آمدم. ما را به پول خوش پذیرایی کردند. جایمان خیلی خوب است. شناوری میکنیم و هم فوتبال بازی و امکان دیگر مشغولیت ها را هم داریم. صمیمانه گویم خیلی تعجب کردم که کسی منزل و حوض شناوریش را برای قبول ما باز کرده است. خدا به آنها برکت دهد. صاحب منزل میگوید در قبول مهمانان هیچ محدودیتی نیست، هرچند که نوبت اول به یتیمان و عائله‌های کمبیزاعت داده می شود. تشبث با کدام گروه خاص محدود نمی شود. وقتی کس می آید ما نمی دانیم که او کیست و از کجا آمده است. نصرانی است و یا مسلمان. ما فقط از کارت هویتش با سبب‌های امنیتی نسخه می گیریم. الشخص ده ما مش بنعرف اي حاجه غير ان احنا بناخد. عادل می افزاید که بعضی مهمانان برای ثابت نمودن وضع ناگوار مالیشان از نام سازمان‌های غیر دولتی نامه می‌آورند. او باور دارد که شمار بیشتری افراد دارا کاری از دستشان می‌آمده را برای خوشبخت نمودن دیگران و به ویژه مردم کم درآمد دریغ نخواهند داشت.